اینه من نمیگم، این ژنرال الکساندر هیگ فرمانده سابق ناتو داره میگه، من سلطنت طلب نمیگم. گوش کنید ژنرال الکساندر هیگ فرمانده سابق ناتو چی میگه. شاه ایران انسان درستکار و بیگناهی بود. او با انقلاب سفید زمین ملایان را گرفت و به مردم خود داد و ملایان و زمینداران دشمن شاه شدند. ما به شاه ایران خیانت کردیم. من سلطنت طلب نمیگم، ایشون داره میگه. ما به شاه ایران خیانت کردیم هنگامی که ژنرال رابرت هایزر بیش شرف معاون ناتو بدون دستور و اجازه من برای حمایت از خمینی به ایران سفر کرد. پیش از بازگشت هایزر با آمریکا من از مقام خود با عنوان فرمانده ناتو استعفا دادم. باریکلا، چه انسان با پرنسیبی بوده. باریکلا. جیمی کارتر یک ابله نادان بود که گمان میکرد همه چیز را بهتر از دیگران میداند، در صورتی که هیچ چیز نمیفهمید. یعنی یه طویله یا ابوعلفی بود، هیچ چی پشت ابر نمیمونه. من نمیگم، این ژنرال الکساندر هیگ فرمانده سابق ناتو داره میگه، من سلطنت طلب نمیگم. اون مرد بهش خیانت شد، به شاه خیانت شد، از درون و برون بهش خیانت کردن. شاه بهش خیانت شد، به اعلیحضرت خیانت شد. همین یه ذره نونم که امروز سفرمونه دولتی سر اون خداست. اون خدا رفت که برکت رفت، که ناموسمون رفت، که شرفمون رفت. اون خدا بود، خدا بود، خدا. به شرافت بشری سوگند. شاه پهلوی خدای ایران بود، ستایشش باید کرد.